آقای من به NAیا خیلی نزدیکم، بخشی از قسمت کار شماست و هفته یه بارم روزای یک شنبه این افتخار رو دارم که بعضا ما بین 20 نفر 40 نفر 60 نفر 80 نفر و متوجه به این که اصلا هیچ اعتیادی هم ندارم، یعنی به هیچ، ولی میرم کلاساشونو توشون آدمای فوق العاده موفق میبینم، کسایی که این 12 قدم و من خدمت آقای ناصر عباسی میرم که همبازی دوست صمیمی بچگی‌های من و آقا رضا بوده، ما با هم تو اون زمینای جنوب شهر بله با استقلال قهرمان آسیا شده، با آقا خداداد، با آقا بله با آقا سید ابراهیم و اینا. الان این خودش یکی از کساییه که برگشته 17 سال پاکی داره، ماشاءالله نزدیک 1600 تا رهجو داره. اینکه جامعه ما این عزیزا رو از خدمات اجتماعی محروم میکنه برمیگرده به